سلام. میخوای روی برنامه گوشیت قفل بذاری بدون اینکه بخوای برنامه جانبی روش نصب کنی؟ پس تا آخرین آموزش با من همراه باش. گوشی شیائومی اول وارد تنظیمات گوشیتون بشین. بیاین قسمت پایین برنامه‌ها رو انتخاب کنید و قسمت برنامه قفل برنامه رو انتخاب کنید. گزینه آخر زمانی که وارد این صفحه شدید روشن کردن رو بزنید و برید مرحله بعد. در این مرحله ازتون یه پشتیبان میخواد که بزنید واسه قفل برنامه که ما اینجا الگو رو انتخاب میکنیم و میریم مرحله بعد. اینجا ازتون شیائومی اکانت میخواد یا می اکانت که ما نداریم و اکنون نه رو میزنیم. دوباره میذاریم این 3 ثانیه که بهمون تایم داده بگذره و اکنون نه رو انتخاب میکنیم میریم مرحله بعد. در این مرحله یه سری برنامه رو خودشون با ما پیش‌فرض برامون فعال کردن که قفل باشه. ما حالا استفاده از قفل برنامه میزنیم میریم از انگشتون رو تایید میکنیم. وارد این صفحه که شدید یه سری برنامه خودشون واسمون قفل کردن و یه سری شما میتونید انتخاب کنید. بریم وارد تنظیمات بشید. وارد تنظیمات که شدید اینجا یه سری تنظیمات خیلی جالبی در اختیار ما گذاشتن که مثلا برای نمونه میتونید قفلش رو عوض کنید یا پین بذارین، الگو بذارین، هر چیزی که خودتون دوست داشتین. و یا حتی میتونید پنهان کردن محتوای اعلان رو که بزنید، محتوایی که چیزی که بخواد کسی که بخواد براتون بفرسته اینجا براتون دیگه نمایش داده نمیشه زمانی که بیاین شما تو این قسمت و تیکش رو فعال کنید. و این بودی که از قابلیت‌های خیلی جذاب گوشه شیائومی. امیدوارم که لذت ببرین از این قابلیت عالی که داره. نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم اینه که این آموزش فقط برای گوشی شیائومی هستش و دوستانی که گوشی سامسونگ دارن تو کامنت ها حتما برام بنویسن که آموزشش رو براتون بزنیم. خیلی ممنون که تا آخرین آموزش همراه ما بودید. ممنون که ما رو همیشه حمایت میکنید. لایک، کامنت و شیر یادتون نره. این ویدیو رو هم بفرست برای دوستان شیائومی بازتون.